ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 76. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. سری مزاری که 1 دقیقه پیشتر با نوحه‌های دلآب کننده زنان مانند یک سرودی محزونانه به دل کس اندوهی فارمی را القا می کرد، با فریادی وحشیانه قرآن فروشان به بازاری کلاوه بدل می شد که گویا در آنجا کیسه بوری را داشته باشند. اما زنان آنها را شما سنگ دیل، شما بچه زاییده کلان نکرده اید، شما قدری بچه خردسال را نمی دانید و به وی رحم نمی کنید گویان طعنه زده خاموش می کردند. نابینا از چاینی چایش دم خورده 1 پیاله کشیده مزه کنان نوشید و به من هم 1 پیاله کشیده داده دوام نمود. من تا 12 ساله شدنم با چلپک و نانهای سری مزار شکم خود و مادرم را به خوبی سیر کردم. از بس که خوش آواز بودم و قرآن خوانی من به گوش شنوندگان مانندی سرودخوانی تأثیر می کرد، به خردسالی هم نگاه نکرده مرا به ختم قرآنهای خانگی هم خبر می کردگی شدند. در هر ختم قرآن از غیر نان و چلپک به من 1 تنگه 2 تنگه پول نقد هم می دادند. ما با آن پولها لباسمان را هم که چندین سال باز با یماق می پوشیدیم نو کرده گرفتیم. مادرم زندگانی امان از وقتی بودنی پدرت بهتر شد گویان اظهار خرسندی می کرد. اما روزهای خرسندانه او بسیار دیر نکشید. در وقتی به 13 سالگی قدم ماندنم او وفات کرده مرا تنها گذاشت. من بعد از گرانیدن آن مرحومه به فکر کاری خود افتادم. 1 عمر را با قرآن فروشی و با جنگ و جدالی بالای تقسیمات چلپک و نانهای سری مزارها گذرانیدن زندگانی نیست، می گفتم در دل خود. پس به فکریان افتادم که علمی حاصل کرده با ناموسانه زندگی کنم. به دل من این فکر را زندگانی محمد طاهر خواجه ضریر که 6 سال از این پیش وفات نموده است القا کرد. ذکر ضریر و نمونه شعرهایش در صحیفه های 396 399 نمونه ادبیات تاجیک چاپ مسکو سال 1926 قید شده است. محمد طاهر خواجه هم از خویشاوندان ما خواجه جوباری بوده. او هم مانند من کوری مادرزاد بود که به همین سبب تخلص خود را ضریر کوری مادرزاد مانده است. او با وجود این یکی از عالمان بزرگی زمان و شاعری زبردست شد. درست است که ضریر زمیندار و سیر درآمد بود، لیکن او درآمدی خود را
مانند دیگر خواجگان جوباری در راه‌های بیهوده صرف ننموده، در راه تحصیل کمال صرف کرد، حتی یک چند طلبگان پر استعداد را از جمله شمس الدین مخدومی شاهین را با خرج خود تربیه کرده به وایه رسانید. گوینده نابینا چاینیک را دست کرده دید که سرد شده است. از آن چای سرد شده یک پیاله را پر کرده با 2 هورت نوشید و به سماوارچی چای گرم فرموده سخنش را دوام داد. من در دل خود فکر کردم، مانندی زریر ثروتمند نباشم هم میتوانم به جای مادری مرحومم یک ملا بچه خوشفهم را سیر کرده به واسطه او تحصیل کمال نمایم. قرآن فروشی موقتی که سبب علم حاصل کردن من شود، بهتر از آن قرآن فروشی است که تا آخر عمرم سبب زندگانی من گردد. من در رو این فکر خود را به عمل آوردم. یک ملا بچه را یافته با وی قرار دادیم که او هر روز 2 ساعت با من مشغولی می کند و من خوراک و پوشاک او را می دهم. با این ملا بچه اول صرف عربی را به واسطه کتاب‌های تاجیکی آموختم. در این ضمن او هر روز از حافظ 2-3 غزل خوانده به من می فهماند. من در 1 سال صرف زبان عرب را از خود کرده سواد شعرفهمی خود را هم بلند کردم. در سال دیگر صرف و نحو عربی را به واسطه کتاب‌های عربی، اینچنین شعرهای سعدی و جامی بر این شاعران مشهور را به واسطه دیوانشان آموختم و بعد از آن به درس‌های عقاید، منطق و حکمت گذشتم. در آن وقت استاد خود را هم از ملاهای کلانتری خوشفهمی قشاق انتخاب کردم. در این ضمن به درسخانه‌های ملاهای مشهور رفته در قفای جماعه نشسته سامع شنونده هم شدم. اصول مناظره آنها را آموختم و رفته خودم هم به آن مناظره ها اشتراک کردم. در این وقت سماوارچی چای تازه دم کرده آورده ماند. نابینا از آن چای اول نوشیده، بعد از آن به من داد و چاینیک را پوشانده مانده به من تأکید کرد که هرگاه خواهم چای کشیده نوشم. خودم که به چای آنقدر طالب نیستم، به گپ زدن گرم شده رفته چای کشی را فراموش می کنم و چای سرد شده نابود شده می رود، گفت او و سخن خود را دوام کنانید. مگر شما می دانید که اصول مناظره ملاهای بخارا چیست؟ گویان او سوال داد و خودش به جواب دادن در آمد. پیش از اثبات کردن مدعای خود با دلیل‌های موافق منطق، طرف مناظره را با سخنان تیزی پر استهزا ترسانده گرفتن است و اگر این اصول را با اصطلاح منطق که در مناظره علمی نادرست شمرده شده است تعبیر نماییم، مکابره، بر یکدیگر کلانی کنی و مغالطه، یکدیگر را در غلط اندازی می باشد. درست است که من در مناظره ها پیش از همه به مکابره و مغالطه نمی درایم و از همه پیشتر دعوای خود را با دلیل های منطقی اثبات می کنم. لیکن می دانم که این ملاها را تنها با راه منطق و با راه علمی خاموش کردن ممکن نیست. در آخری کار سخنانی آبداری بجان رساننده زده حریف را به خاموش ماندن مجبور می کنم. دوای قروت آب گرم گفتند که بی سبب نیست. نابینا با وجود این که من آنقدر به چای طالب نیستم گفته بود، پیاله را از چای دم خورده پر کرده لذت کنان نوشید و چای کفشیری گپ است، سخنانی پراکنده را با هم پیوند می دهد. بنابراین قربان خان شاعر، کسی که چای کبود از لبی پیاله ننوشد به هیچ وجه
دماغش به نظم و نثر نکوشد گفته است اگر آدم چای ننوشد نظم و نثر آن طرف ایستد سرگذشت خود را هم فراموش می کند. حالا گپی من در کجا بود؟ بر بالای از درسخانه ها فایده بردنم و اصول مناظره آنها را آموختنم بود. گویان نابینا سخنی خود را از جایی که بریده شده بود سر کرد. درس های مدرسه های بخارا را که طلبه ها در 18-19 سال خوانده تمام می کنند من در 6 سال خواندم. نظر به طلبه های دیگر زیادتر چیزها آموختم و بعد از آن در مطالعه خانگی نشستم. در مطالعه خانگی من هم همیشه یک ملای خوشسواد عربیدان با خوانده شنواندن کتاب‌های عربی و تاجیکی یاری می‌داد. به این کار هم 4 سال صرف کردم. درست است که من مانند زریر شاعر نشدم، لیکن شعر را خواه تاجیکی باشد خواه عربی خوب می‌فهمیدگی شدم. من بیشتر به منطق، حکمت و فلسفه داده شدم. در این علمها منبع اساسی من تألیفات ابوعلی سینا شد که آنها را از خود کردم و بیشترین جای آنها چون قرآن به من یاد شده ماند. ذاتاً من با 1 بار یا 2 بار شنیدن هر چیزی علمی را هرچند دراز باشد هم از بر کرده می توانستم. من که در خردسالیم قرآن برین 1 کتاب کلان را با وجودی معنیش را نفهمیدن در 2 سال یاد کرده بودم، بعدی با چیز یاد کنی ورزش یافته به وای رسیدنی قوه حافظه ام یاد کردنی چیزهایی که معنی هاشان را می فهمیدم دشواری نمی کرد. هم صحبتی من خاموش مانده باز به چای نوشی سر کرد. من از او حالا به چه کار مشغول بودنش را پرسیدم. او گفت قاضی دانیال خواجکی از طرفی مادر به من خویشیگری دارد و خودش آدمی خوبی دانش دوست است. احوالی مرا به قاضی کلان فهمانده در 1 مدرسه بی درسخانه مرا مدرس کنانید که از آن مدرسه ساری 1000 تنگه درآمد دارم. از بس که حوری پدریم در جویبار و از مرکزی شهر دور بود وی را فروخته از همسایگی دانیال خواجه از گذری صابونگران 1 حوریچه خریدم که در آنجا روزی 4-5 ساعت درسگویی می کنم و از طلبه ها هم سالی قریب 1000 تنگه درآمد می شود. با همین روزم به خوبی می گذرد. بنابراین بعد از مدرس شدنم قرآن فروشی را که بسیار بد می دیدم ترک کردم. من از او خانه‌دار بودن یا نبودنش را پرسیدم. خانه‌دار شدن را نخواستم گفت او در جواب و ایضاح داد. ترسیدم که اگر از خانه‌داری من یگان فرزندی مانند خودم نابینا روید هم برای خودم هم برای مادرش و هم برای خودی آن بچه بیگناه تشویشی بر زیاد می شود. بنابراین به گذرانیدن عمر خود در تنهایی دل بستم. نابینا در این جای سخنی خود با 1 سکوتی اندوهگینانه 1 ثانیه از گفتار باز ایستاده باز دوام نمود. درست است که تنهایی دشوار است، اما چی باید کرد؟ بنابراین هر روز بعد از پیشین از درسگویی فارغ شده به همین سماوارخانه که به حولیم نزدیک است آمده چای نوشیده می نشینم. این طور باشد به پخت و پز و شستشویی شما کی یاری می دهد؟ گویان باز پرسیدم با آهنگ دلسوزانه‌ای که از شنیدن تنهایی او به من پیدا شده بود. این آسان است گفت او. از شاگردان خودم 1 ملا بچه قشاق را تعیین کردم که هر روز بعد از فراغی درسش به خانه من آمده آشم را می پزد و بعد از آش حولی و خانه را روبوچین می کند. هفته 1 روز جامشویی ام را هم کرده می دهد. من خوراک و پوشاک او را پره می دهم.
بعضا برای کتاب خریش هم 2-3 تنگه داده یارمندی می کنم. من در آخری صحبت برای وقتی پرقیمتی او را گرفتنم به او عذر گفتم. هیچ عذر در کار نیست، گفت او. کاش که هر روز مانندی شما کسی وا خورده مرا به گپ می انداخت که گذشته رفتنی روزی تنهایی را ندانسته می ماندم. ما خوشحالانه از یکدیگر جدا شدیم. نجیب الطرفین. در جماعه‌ای که حیرت با وی در پیش ملا حامیدی عرب درس می‌خواند، ارسلان خواجه نام یک جوان بخارایی کاری بود. چنانکه حیرت با دوستانی من آشنا شده بود، من هم به واسطه او با شناسهایش و از جمله با ارسلان خواجه شناس شده بودم. او یک جوانی میان قدی سفید روی رنگ کنده بوده، با هر کس خاکسارانه معامله می کرد. پدری او که مختار خواجه نام داشته، از ملایانی کهنسال و در مدرسه مدرس بود، نیز خیلی خاکسار می نمود. مختار خواجه عبدالله خواجه نام یک پسری کلان داشت که او هم ختم درس کردگی بوده، در مدرسه مدرسی داشت. رنگ روی او نیز مانندی دادرش سفید باشد هم در قد و قامت، در ریش و در دستاربندی از دادرش بسیار فرق می کرد. عبدالله خواجه چنان قامت بلند بود که مانندش در بخارا کم دیده می شد. این قد درازی او با شکمی کلانی به پیش آویزان شده ایستادهش به سفیداری مانند بود که به تنه وی یک خومی کلان را بسته مانده باشند. ریشی زرچتابش آنقدر کلان نبود، اما همین طور می نمود که آن ریش از بازی که بر روی و منه او رویده است، نه روی قیچی را دیده است و نه روی شانه را. تارهایش پلته پلته با هم پیچیده و پیچک ها جدا شده می ایستادند و آن پیچک ها تاب خورده و پایین آویزان شده، نوگهاشان به بالا حلقه زده چنان خم خورده می ایستادند که به نظری کس کلاوه های چگیل شده را جلوه می دادند. دستاری عبدالله خواجه بسیار کلان بوده، اما بستش از دستاری دیگر ملاهای سله کلان فرقی کلان داشت. پیچهای دستاری او با یک دیگر زیچ پیچیده، هر پیچ از تحت پیچ دیگر حلقه‌وار به پایین آویزان شده به حلقه های ریشش رسیده می ایستاد. بعضی ها می گفتند که از بس که او به کارهای علمی غوطه خورده رفته است، به خاطرش درست‌تر کرده بستنی سله‌اش هیچ نمی رسید. بنابراین از یک جامه شویی تا جامه شویی دیگر که از میانه کمش 15 روز می گذرد، با یک بار بستنی سله‌اش گشتن می گیرد. هر شب وقتی خواب سله را از سرش گرفته به سری میخ می ماند و فردا باز همان سله را بی آن که ویران کرده از سری نو بندد، از میخ گرفته به سری خود نهاده به کوچه می براید. بنابراین رفته رفته پیچ های سله او ویران شده به پایین آویزان می گردند. این سبب در اولی شنیدن معقول بر این می نمود، اما هیچ کس، حتی خودی همان مدافع کنندگانی ویرانی سله او هم یگان بار درستتر بسته شدنی دستاری او را ندیده بودند. قیافه عبدالله خواجه را چشم و بینیش هم نفرت انگیز کرده بودند. از چشمانی او کم کم آب می رفت که آن آبها بر روی سفید بینورش شاریده فرامده بعد از خشکیدن شوره زده می ایستادند. از سوراخ‌های بینیش هم همیشه آب شاریده به طرف لبش می رفت، اما او به این حال پروایی نداشت. فقط گاه‌ها از بینیش
حراس زنان و بالا هوا کشیده یگان ثانیه شاریدن آن آب را باز می داشت. طرفداران او می گفتند که از بس که فکری او همیشه به معنیهای عالی بند است، افشانده پاک کردن بینیش به خاطرش نمی رسد. عبدالله خواجه دعوای شاعری داشت و در شعرهایش عبدی تخلص می کرد و مانندی پدر و دادرش خاکسار و نرم معامله نبود. وقتی که در کوچه ها می گشت و کسی نگاه نمی کرد و با کسی هرچند شناسای دیرین هم باشد سلام علیک نمی نمود. اگر کسی به او هرچند با آوازی بلند سلام دهد هم او جواب نمی گرداند. حتی به طرفی وی با گوشه چشم باشد هم نگاه نمی کرد. در راه رفتن او چنان تیز قدم می پرتافت که گویا از مردم گریخته رفته ایستاده باشد. درباره کلانگری عبدالله خواجه، اهالی مدرسه کوکلتاش که اعضای عائله او از حجره‌داران با نفوذی آنجا بودند حکایت‌های عجیب می‌کردند. وقتی که عبدالله خواجه در مسجد مدرسه در نمازهای جماعت با پدرش در صف پیش می ایستاده است، در وقتی شروع کردن به نماز از پدر خود یک وجب پیشتر می رفته است. بعضی شوخ‌های مدرسه خود را به نادانی زده در صحبت‌های بعد از نمازی میان سرای مدرسه از او می پرسیدند: تقصیر؟ اگر من خطا نکرده باشم جنابشان در صف نماز از حضرت قبلگاه یک وجب پیشتر ایستادگی بر این نمودند و حالان که از روی شریعت صف نماز را برابر داشتند در کار بود. البته جنابشان که عالمی بزرگ می باشند هیچ کار را به شریعت آراسته نکرده نمی کنند، اما سبب شرعی این کار در پیش ما بر این نادانها پوشیده است. اگر سبب شرعی این کار را می گفتند از مرحمتشان فیضیاب می شدیم. اگر در بینیش من سهو کرده باشم و در حقیقت در صف نماز از حضرت قبلگاهی پیشتر نایستاده باشند، امیدوارم که مرا ببخشند، چون که خدای کریم هم سهوی بنده را می بخشد. تقریر این پرسش و گوش بزرگواری عبدالله خواجه بسیار می فاریده است. قدی او از بودش زیادتر به طرفی بالا یازیده، لنجش از باد خنده مغرورانه می دمیده است. اما از آنجا که خنده به آدمی کلان نمی زیبد، گاه خود را به زور از وی نگاه داشته به جواب دادن می در آمده است. شما سهو نکردید که من در حقیقت در صف نماز از پدر پیش در ایستادم. او هیچگاه پدری خود را با عنوان احترامی مانند قبلگاهی نام نمی برد، اما کسی در پیش او پدری او را با عنوان احترامی یاد نکند در غضب می شد، چون که از طرف یک آدمی دیگر تحقیر یافتنی پدرش را بنابراین که خودش یک جزئی پدرش می باشد تحقیری خود می شمرد. این کاری من موافق شریعت و عادت است، چون که علم من از علم پدرم زیاد است که در این هیچ شک و شبهه نیست. در نسب هم از پدر برتر می باشم، زیرا که پدرم از یک طرف تنها از طرف پدرش سید و اصیل زاده باشد، من هم از طرف پدر سید می باشم هم از طرف مادر. مادری من از اولاد سامانیان می باشد که در سید بودن این سلاله کسی شک ندارد. بنابراین من نجیب بود طرفین می باشم. در این صورت من از پدر هم از جهت حسب علم و دانش و هم از جهت نسب اصیل زادگی افضلیت دارم. معلوم است که بر هر کس حفظ شرف خود لازم و واجب است. برابر داشتن صف نماز باشد سنت است. هرگاه که سنت و واجب بر یک دیگر مقابل آیند،
آدمی عاقل و عالم البته واجب را رعایت می کند. بنابراین دلیل ها من دیده و دانسته از پدر پیشتر ایستادم. بیشترینی در آنجا حاضر بودگان سید اولاد پیغمبر نبودن سامانیان را، حتی اولاد عرب نبوده بلکه تاجیکانی بلخی بودنی آنها را دانند هم این معنی را در پیش او اظهار نمی کردند و نمی خواستند که یک محل بازی خود را رنجانده خود را از دلخوشی فصل عصری بین نماز عصر و نماز شام که صحبت میان سرایی ملاهای مدرسه اکثرا در همان وقت گرم می شد محروم کنند. اهالی مدرسه کوکلتاش بارها این دلیل های نجیب بود طرفینی را از او شنیده بودند. با وجود این هرگاه که یگان دلکشاینده‌ای هوس‌انگیزتر نیافتند به واسطه یگان کسی شودقری این پرسشی چندین بار تکرار یافته را به او داده آن جواب آب شست را اما هر بار با آب و رنگ دیگر می شنیدند و ذوق می کردند. نمیدانم به چه مناسبت باشد روز عبدالله خواجه من و حیرت را به حولی خود به مهمانی دعوت کرد. ما رفتیم. در پیشگاه آن خانه عبدالله خواجه می نشست. در آن خانه غیر از ما باز یک چند نفر مهمانان بودند. ما با احترامی که به یک آدمی کلانگیر خوش آید به عبدالله خواجه سلام دادیم، اما او در جواب به زور لبش را جنبانده ماند که صدای از وی شنیده نشد. ما از رفتن به آنجا پشیمان شده در گوشه نشستیم. از بس که میزبان دادری او بود خودی او هم صاحب خانه حساب می یافت. صاحب خانه هر چقدر کلان هم باشد و مهمان این گونه معامله کردنش درست نبود. همه چنان که در حلقه شیخان باشند خاموش می نشستند. اصلان خواجه در هر درآمده برآمدنش برای چای و نان و دیگر چیزها را آوردن گپ زده شنیدان گویان به همه خطاب کند هم کسی دهن وا نمی کرد. آخر کلانترین مجلس عبدالله خواجه به حیرت نگاه کرده گپ سر کرده: دادر، شما را شاعر می گویند، آیا راست است؟ این سوال نسبت به حیرت سوالی بود که او را با خنجر زخم زدن از این گونه سوال دادن بهتر بود. با همه این او خودداری کرده آداب را از دست نداده تقصیر گفتمان. اما از این سخنی او نه تصدیق کردنی پرسشی پرسنده و نه انکار کردنش معلوم نمی شد. شما گفتار 76 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.